6 سال از این پیش یک گروه کیلرها را که در صدد کشتن من بودن پلیس آلمان دستگیر کرد. این کیلرها کی بودن؟ مقصد آنها چی بودن؟ سفارش کی بود؟ و چرا نترسیده آنها میخواهند در مرکز آلمان، در مرکز اروپا یک مخالف حکومت تاجیکستان را از بین برند؟ چرا و چراهای دیگر در این صحبت و در این گفتار. بعد سال 2010 مخصوصا حکومت تاجیکستان بسیار کوشش میکرد که به طور فیزیکی یعنی به طور جسمانی از من خلاص شود. این کوشش های آنها سالهای 2013 2012 خیلی زیاد شد. از یک طرف رواج و رونق حرکت مردمی وطندار، از طرف دیگر صحبت ها از طریق تلویزیون که پیروز که قریب در هر یک خاندان تاجیکستان برنامه های مرا مردم تماشا میکردند. از طرف دیگر وسعت گرفتن فرم نیروهای دموکراتی آسیای مرکزی که من همراه سابق سروزیر قزاقستان اکیجان کژگیلدین هم رئیس آن بودم و مقاله های زیادی در مطبوعات روسیه و مطبوعات خارجی، مخصوصا عصبانیت حکومت را پهن کردن توی عروسی پسر امام علی رحمان رستم امامی بود که واقعا این یک سنساسیون بود و این برنامه را در یوتیوب و از طریق خود تلویزیون که پیروز شاید بیش از 100 میلیون آدم تماشا کرده باشد. پاره های این برنامه، بخش های این برنامه از تلویزیون های خارجی، مخصوصا از تلویزیون های روسیه، کشورهای عربی، افغانستان و غیره نمایش داده شده بودند. دیگر حکومت هم کوشش میکرد که به هر راهی نباشد از من خلاصی جوید. از همه عجایبش هر یک وزیر یا گنرال تاجیکستان میخواست که سری مرا به امام علی رحمان ارمغان بیارد. تا وقتی که من در مسکو بودم، شهرت یخشی مرادوف و بعدا مصطفی احمدوف اونها سفارش گرفته بودند که مرا از بین برند. هر دوی اینها از این کار دست کشیدند یا جسارت نکردند. هر چی بود و نبود، بعدا هر دوی اونها در روسیه بسیار نامردانه، ناجوانمردانه کشته شدند. بعدی به اروپا آمدن. واقعا من یک مدت در لندن بودم، بعد از لندن در پراگ بودم و حتی من به برلین آمدم، مدت دیگر در یک کشور دیگری بودم و بعد که به برلین برگشتم گمان میکردم که اینها در مرکز اروپا، در دل اروپا میخواهند که به چنین یک جنایت دست زنند، اما من خطا کرده بودم. روز نه دورتر از خانه بودم که به من دوستان زنگ زدن و گفتن که پلیس برلین میخواد با من صحبت کند. من حاضر کار دارم، مشغول هستم، میشود که این واقعه را به روز دیگر مانیم. اثری نه به من زنگ زدن گفتن تعجیلی باید به خانه برگردید. من وقتی به خانه نزدیک میشدم و به درآمدگاه در دیدم که چند نفر آدمانی که در طرفشون برنژلیت، همون جلیقه ضد گلوله بسته بودند و با اتومات‌های کوچک می‌ایستادند. وقتی که مرا دیدن یکی از آنها پیش من اومد، من در گشودم، گفت که چند نفری اونا همراه در لیفت با من نشستند و چند نفر دیگر تا آشیانه ششم پایدار برآمدند. وقتی که ما به در خانه نزدیک میشدیم من گفتم نه شما ندارید. من در گشودم، اونا در آمدن، بالکن تفتیش کردن، خانه خواب تفتیش کردن و بعدا من وارد شدم. همه خیلی عصبی بودن و گفتن که باید تعجیلا از اینجا رویم. برای من یگان شرح نمیدادن. من واقعا گمان کردم که شاید حکومت آلمان
آخری آخر راضی شد و من به رحمان هم میسپرد. فکر نخستین من همین بود، دیگر که من یگان جنایت نکردم. وقتی که گفتن جامدان جمع کن، من در جامدان همون چیزی که اونا گفتن سچاق و جای خواب اون چیزایی میگرفتم، بعضی لباسای. بعد هر کجای روم من صورت چای میگیرم همراه خودم، همون صورت دو فرزندم. و وقتی که این صورت های موندم، واقعا اونا گویا که از داخل چمدان دو چشم با امید بر سوی من مینگریست. بعد من به همون یک از پلیسا گفتن که میبخشید، گفتم معمولا اگر من به خونه زنگ نزنم یا که در فیسبوک یا سیرش نباشم، مردم به اشتراب میغلطن، مخصوصا مادرم خشت بارا، من باید خبر کنم. بعد اونا گذاشتن به خونه دیگر، دو نفرش آمدن گفتن که بله میتونه نویسید در فیسبوک، فقط باید به زبان روسی که ما فهمیده تانیم. من بعد در فیسبوک نوشتم که به زبان روسی همین چند جمله بود که دوستان عزیز، یک مدت من در علاقه نمیشم، خواطر نشوید، انشاءالله همش خوب میشود، خدا به همراه. دیگر وقتی که از خانه بیرون برآمدیم، دیدم که با چند نفری دیگه هم در همون پیش در بودن. اینا بردن منو به یک ماشین شنوندن و رفتیم یک کنار شهر. الکه روزای تیرماه کوتاه میشد، زود کوتاه میشد، الکه تاریک شده، تاریکی فرا میرسید. وقتی ما رسیدیم به یک در کنار شهر، فقط شلگباو میستاد، از اونجا گذشتیم، منو بردن یک خانه سه خانگی بود و معلوم بود که کسی اونجا زندگی نمی کند، چنگ و خاک زیر کرده بود و سه خانه. و برای من یک تلفن دادن که من یکم بار این تلفن میبینم که فقط یک کنابکه داشت، همون کنابکه زیر میکردی، نفر دیگر از اونجا جواب میداد. بعد من اونجا موندن، گفتن که شما پگاه ما نزد شما میبینیم، اول از همون چشمک در، از همون گلازاک نگاه میکنید، باور کنید که ما هستیم، بعدا در میکشید. دیگر ویا رفتن، من میگشتم از این طرف خانه به اون طرف خانه، همین سه خانه همین جاش میگشتم، میبروندم بالکونش، هیچ معلوم نبود چند خانه ها بود، اما کسی اینجا در این خانه ها زندگی نمیکرد. خلاصه شب یکم گذشت، بعد روز دیگر اومدن با همراه من صحبت کردن و رفتیم برای مغازه برای خرید غذا. یگان گپ برای من نمیگفتن، فقط بعد میبردن با همراه با برنجلیت، با منم برنجلیت میپوشوندن، با همون اتوماتای کوچک میبردن کدام آفیسا، کدام اداره هایی که در پیشش یگان حرفی نوشته نشده بود و ساعتهای دراز صحبت میکردن کی به من رقیب است، کی به من دشمن است، کی به من بدی کردن میخواهد، چی من مشکل دارم، این و اون. بسیار از این صحبت ها خسته میشدم، اما فقط طاقت میکردم و خلاص. نمیدونم بعدی روز ششم بود یا هفتم بود، من گفتم که بسیار چی هستم، من بسیار نمیدونم در دنیا چی میگذرد، من نمیدونم حال مادرم چی میشود، من باید خبر کنم. بعد اونا مشورت کردن، گفتن که شما میتوانید که تلفن 3 نفر را برای ما میدهید، اگر همون 3 نفر شخصان اعتماد بخش باشند و شرط اساسی در شوروی سابق زندگانی نکنند، به همین 3 تلفن ما گاه شما اجازه میدیم که از نزد ما با تلفن های ما زنگ زنید. بعد من تلفن سابق سروزیر تاجیکستان عبدالملک عبدالله جان و تلفن محمد رسول از انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان و تلفن ینس توماس، یکی از دوستانم که در سازمان خبرنگاران بدون مرز رپرتوری بیزگرانیتس کار میکند. دیگه این صحبت ها دوام میکرد. بعد در همین مدت 3 بار چشنم بسیار وضعم خراب شد و 3 بارم چه اومد ماشین یاری تعجیلی، برای اینکه عصبی میشدم، نمیدونستم چی میگذرد، میبردم با همون پیش چی در همون دکترخانه یاری تعجیلی، نام من یگان نام دیگر میگفتند و اونجا هم یگان
پیشنهادم نمیکردن، یگان دارو میدادن، یگان حب تبلیت، با ما میگشتم میموندم به همین حجره. تقریبا بعد 10-12 روز اجازه دادن که من هر روز همراه اونا در مو حولی، در بینای در نزد مو حولی همراه اونا کمتر سیر کنم. وقتی که همراه اونا به سیاحت برآمدیم، من احساس کردم که یک شهرک کوچک، یک مشقگاه حربی است، برای اینکه تنی بسیار دیوارها پیتیر بود و بعد در چی پاترون ها هم هر کجا پریشان افتاده بود. این چیز حس کردم و دیگر با چند مدت دیگر اینجا استادم. حتی روز شد که اینقدر عصبی شدم، گفتن که من تیار هستم که من کشن، بگذار همین کیلرها من کشن، لیکن من نمیتوانم که باز اینجا استم. بعد خندیدن، گفتن که شما باید مینداری کنید که ما در کردیم، ما دریافتیم که نقشه از بین بردن شما را دارن. اگر ما آگاه نمی شدیم تا کشتن شما شاید 2 یا 3 روز مونده بود. اون کلیرها تمام جاهایی که من میرفتم حرکت میکردم، سحر کجا میرفتم، شب بیگاه کجا میرفتم، همینا آموخته بودن، فقط کشتن مونده بود و خلاص. و بعدا یک از هم گفت که بله ما چند نفر رو همیشه پنهان کرده هستیم، از جمله از چند پرزیدنت ها و چند شاهان کشورهای شرقی نامبر کردن و گفتن که اونم زیادش 3 روز 4 روز یا هم یک مدتی کوتاه نگه می داشتیم. این شما هستید که ما اینقدر دور و دراز شما رو نگه می داریم. خلاصه بعد چند روز دیگر با گذشت، بعد یک بار دیگه دعوت کردن در یک بینای دیگه، 4 ساعت صحبت شد. بعد گفتن که به آشانی بالا می برایید. بعد به آشانی بالا برآمدم. اونجا تقریبا شاید 15-20 نفر میشستن که بعدا فهمیدن که اینا نماینده های ساختارهای گوناگون شهر برلین بودن. بالا برآمدم و در بین اونا چه دیدم؟ همون دوستم ینس توماس از رپرتور بدون مرز و اولین بار اشکم ریخت. بعد اونا هم دیگه گفتن که ما شما رو به این خاطر داشتیم که همیشه بخطری بود، شاید سوی قصد باید به جای شما انجام میگیریم، ما اینه پیشگیری کردیم برای همین شما چند مدت اینجا بودید و باز چند مدت دیگر هستید. و واقعا یکی از آنها که نامش رو نمیتونم بیارم به اجازه وی گفت که ما مدام میبخشید که من همین شما مزاحم همین شما شدم، میبخشید من بسیار عصبی شدم و حتی میخواستم ناراضگی میکردم. بعد که از آنها گفت که ما افتخار میکنیم از انسانهایی که برای آزادی، برای مردم، برای عدالت مبارزه میبرند. ما افتخار میکنیم که به شما کمک میکنیم. دیگر این یک مدت که دیگر من در اونجا بودم، گاه اجازه میدادند که به اداره خبرنگاران بدون مرز برای با فقط با همون 3 نفر، یا با عبدالله جان زنگ زدن یا با محمد رسول یا همین 2 نفر، برای اینکه خودی ینس هم در همونجا کار میکرد و لباسای منم از خانه خودی پلیس می آورد و من در اداره خبرنگاران بدون مرز لباسای دیگه می پوشیدم و همراه خودم میگرفتم میرفتم با همون خانه سیاه‌رنگی. بعد این یک مدت دیگرم من در زیر چی بودم، در زیر نظارت پلیس. هر کجای میرفتم باید به اونا خبر میدادم که بعد اونا انتخاب میکردن که مثلا شما میتونید در فلان رستوران بخورید گوشتانید، یا که در فلان خیابان یا در فلان کوچه. این زندگی یک مدت اینجا ادامه کرد. بعد من پیشنهاد کردن که اگر خواهید برای اون که ما کفالت نمیدیم وقتی که مقصد شما رو کشتن داشته باشن، شاید امروز نه پگاه به همین عمل دست دهند. شاید شما خواهید ما برای به امریکا شما میفرستیم یا که به یگان کشوری دیگر، هر کجای خواسته باشن. من هم که راستی بسیار خسته شدم از کوچ در این 30 ساله که در این 20 ساله که از اینجا میکوچی به اونجا، از این خانه به این خانه چمدان کشی. واقعا بیزار شدم. گفتن که من میخوام همینجا باشم. بعد گفتن اگر خواهید که در برلین باشید برای یک مدت با به یک کشوری همسایه من فرستادن. در اون شهرم خیلی ایستادم
و یک زندگی چی می بردم، زندگی در پنهانکاری. خلاصه گپ، من برگشتم به برلین و یک چیز درک کردم که این حکومت تاجیکستان یگان نفر نمی بخشد و خدا را شکر که با کانال های مخصوص باور دارم که مقامات قدرتی آلمان از این کارها، از این رفتار آنها به سفارت، به وزارت کارهای داخلی یا که به واسطه سفارت آلمان خبر رساندن که این کاری که شما میکنید، نیتی بدی که شما دارید، اگر عملی شود تمام مسئولیتش بر دوش شما است. همین بود یکی از سرگذشت‌هایی که من قریب 5 یا 6 ماه برای شما میخواستم نقل کنم. شاید در یادتان باشد من 4 سریه در 4 بخش، در 4 جزء از کوشش ختم و کشتار حکومت به شما گپ زده بودم و این حالا انجام کار نیست. در روزهای نزدیک درباره چی طور از کوشش زهر دادن به من و شما قصه خواهم کرد. در همین جا با شما خیرباد میگویم، در حق ما دعا کنید و میخواهم در آخر باز یک چیز گویم که من همیشه میگویم که من یک جاندار، یک تلخرینی دارم که خدای من است. به این سادگی، به این زودباوری، به هر کس اعتماد کردن و زنده ماندن من، این تنها و تنها محبت الهی است و بس. خدا به همراه، تا دیدار در دوشنبه.